Buonasera tutti. Che succede in Italia؟ درود عرض ادب خدمت همه عزیزان. موضوع لایو امشب ما هست ایتالیا چه خبر بوده؟ یکی از گرد همایی‌های بزرگ بین المللی بیزینس ما اخیراً در ایتالیا و در شهر روم اتفاق افتاد و من امشب افتخار دارم که میزبان همکاران عزیزم باشم. تعدادی از همکاران فارسی زبان ما در این بیزینس، در این گرد همایی بیزینسی شرکت کردن و من افتخار دارم همکاران عزیزم هم دارن میان با ما همراه باشین در این لایو متفاوت و در این گپ و گفت خوب و خودمونی. آقا مجتبی خیلی خوش اومدی. سلام. سلام، خیلی خوش اومدی. تصویرتو ندارم، حیف شد. عجب. نه من شما رو میبینم. فقط هدرومتون رو یه مقدار تنظیم کنین که شما رو بهتر ببینیم. سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزانی که اینجا همراه من هستن. خوش اومدید فریبا جان. به به، کوروش هم تشریف آوردن. از خوبه؟ ایتالیا تشریف آوردن. به به، خیلی خوش اومدید آقا کوروش. درود و مهر به شما دوستان خوب و همکاران گرامی، آقا مجتبی و شما سعید جان. حال شما خوبه؟ درود و مهر آقا کوروش. متشکرم. مرسی. بنونوتی. ببخشید من هیچ امشب کدومتون میخوایم ازتون سوالای ایتالیایی بپرسیم آقا کوروش. امشب تست ایتالیاییه. بونجورنو. من همین الان همه رو No, میگم دیگه، سوال ازم نه. no, adesso buonasera. اوکی. من فقط بونجورنو رو بهتون میگم موقع خداحافظی، آرویترچی رو میگم بهتون دیگه. بسیار عالی. آقا مجتبی رفت یا شما میبینینش؟ نه، مثل این که من باعث شدم بره. نه الان درست میشه. دوباره نسیم باید جان رو هم اضافه کنم دیگه میتونیم لایومون رو شروع کنیم. یا حضرت این اینستاگرام امشب به ما آزار به داد نرسون. ما برس. امشب به داد ما برس. درود نسیم جان، خیلی خوش سلام، آمدی. درود، خوبید؟ سلام عزیزم، خوش مرسی، آمدی. ممنون، سلامت باشید. سلام آقا کوروش، خوبید؟ فکر درود کنم به من خیلی شما، خوب تاریکم. هستی؟ آره؟ نه، صورتتون که خوب، من که خوب میبینم. پشت سرتون یه مقدار تاریکه، اشکال نداره. آره، روشن کنم پشت سرم و میام الان. اوکی، آقا عالی مجتبی شد. اومدی؟ آقا مجتبی رو شما دوباره باید. میبینی؟ نه نه، من تو کادر نیست. نمیبینم. تو کادر نیست فکر کنم. اینستا چیز کرد از تحریمش اینستا. کرد. آره گفتش. نمیدونم. آقا مجتبی یه وردی چیزی بخون بیای تو، چی کار کنم؟ چیز میاد الان. شاید دوباره شما چیز بکنه، دوباره درخواست بده شما عدش کنید. آره. امیدوارم که بتونه جوین بشه دوباره. شبای تاریک دوباره شروع شد، یعنی شبایی که روزایی که زود تاریک میشه مثل شب ساعت 3-4 اینجا دیگه شب دیگه، مخصوصا هوا وقتی واقعا. بارونیه. شما هم اونجا بله اینجا هم حسابی تاریک. تاریک شده. آره، تشریف آقا آوردن مجتبی آقا. هم تشریف آوردن. بسیار سلام، عالی. خوبید؟ سلام. خوش اومدید. من رفتم بسیار بیرون که هیچ کدومتون رو نمیدیدم، حالا فقط سعیده رو نمیدیدم. اوکی. ما اشکال که اوکی. نداره، تصویر دیگه رو نرید نمیبینیم. بیرون. چون همه تو تصویر هستین و توی آره. ضبط خواهد بود. آره. خب من میخوام سوال اول رو خودم بپرسم، ولی قبلش دوست دارم که عزیزان خودشون رو معرفی کنن. من سعیده کاشف هستم، از انگلیس در خدمتشم، مربی کسب و کار اینترنتی و این عزیزان که اینجا میبینین همه همکاران خوب من هستن. آقا کوروش خودتون رو معرفی کنین. خواهش میکنم. خوشحالم اینکه دوباره تو لایو هستیم با هم. من کوروش هستم، ساکن هلند، سالهاست توی هلند زندگی میکنم و شغل الان من یه دیجیتال مارکتر هستم با سابقه های کارهای مختلف، از کارمندی بگیرید تا اوبر و کریپتو، هر چی بگید من، مغازه‌داری و هر کاری بگید من انجام دادم، ولی فعلا اشتیاق دارم که همین کار رو انجام بدم و فکر میکنم دیگه جای دیگه نرم با کار دیگه مشغول بشم. من یک دیجیتال مارکتر میمونم تا آخر عمرم. خیلی. عالی عالی. نسیم جان بفرمایید.
سلام به همه دوستان. نسیم هستم، ساکن آلمانم. بک‌گراند تحصیلی مهندسی شیمیه و الان مدتیه که این بیزینس رو شروع کردم و منم واقعا دوست دارم ادامه بدم و بمونم. آقا مجتبی و آقا کوروش. عالی، عالی، تصمیم درستی گرفتید. بله. بسیار عالی. آقا مجتبی بفرمایید. سلام، من مجتبی هستم، ساکن آلمان. من هم مثل سعید جان و بقیه مربی کسب و کار آنلاین هستم. در خدمتتونم. بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی خوش آمدین. Allora, signore Cyrus. Che Cyrus succede the Great. in Italia? Che نه succede کامل in بگید. Italia? Cyrus the Great. نه آخه اسم شما ببینید بعضی از اسامی توی ایتالیایی تغییر میکنه. کوروش میشه سایرس، مثلا محمد میشه مومتو. اصلا نمیتونید بعضی از اسما رو تشخیص بدید اگه بخواین به زبان ایتالیایی بپرسید. حالا کماندت الویاجو، چطور بود سفرتون آقا کوروش؟ اوکی، اول با بونجورنو شروع بکنم خدمت همه دوستان. بوناسرا. بوناسرا شروع بوناسرا. بکنم همه دوستان که ما رو میبینن. من برای اولین بار توی یک ایونتی شرکت کردم که بین‌المللی بود. قبلا توی گردهمایی‌های مختلف شرکت کردم که همشون برای بچه‌های ایرانی بودن، توی آلمان، توی جای مختلف. با هم به هر حال برنامه می‌ذاشتیم، هم دیگه رو می‌دیدیم و خیلی فضای خوبی بود. منتها فقط ایرانی‌ها بودن. این دفعه که 25 اکتبر 2025 بود، یک ایونتی بود توی روم که با شرکت همکارای بیزینس آنلاین و دیجیتال مارکتینگ که از سرتاسر دنیا اومده بودن، اونجا با هم آشنا شدیم، همدیگر رو دیدیم و صحبت‌های مختلفی شد و یک فضای عالی بود. یک فضایی بود که من حس کردم که این یک کمپانی بی نهایت پیشرفته است و بی نهایت به کارکنانش اهمیت میده و حمایت میکنه. یعنی فهمیدم که تنها نیستم. اولا تجربه های خوبی داشتم با برای بچه های ایرانی، همکارای ایرانی، ولی اونجا یک جمع بسیار بزرگی بودن، زن، مرد، پیر، جوان، فرقی نمیکرد. کسایی بودن که با روسری بودن، کسایی بودن که ایدئولوژی های مختلفی داشتن، چه میدونم از هر فرهنگ و نژادی بودن اونجا و یک تیم بسیار عالی بود که آدم حس میکرد واقعا این کار بین‌المللیه و توقف ناپذیره. کسایی بودن اونجا که مثلا اومدن خودشون رو معرفی کردن، سخنرانی کردن، صحبت کردن، از گذشته هاشون گفتن و از خیلی هاشون تعریف میکردن که الان که اینجا هستن وقتی به گذشته نگاه میکنن فکر میکنن که واقعا چه کار درستی انجام دادن، چون چمه‌ای از گوشه‌ای از زندگیشون رو تعریف میکردن. مثلا یه خانومی اومده بود توی سن، البته الان ایشون یکی از افراد کوچ موفقه، که صحبت میکرد، میگفت که من همیشه توی خانواده فقیری بودم، پدرم الکلی بود و ما همیشه برای درس خوندن مشکل داشتیم، برای زندگی مشکل داشتیم، لباس و نمیدونم، تمام زندگیشون تو فقر بودن. ولی اون خواستی که این یک بانی بسیار قوی بود، توانا بود، گفته بود من میخوام که زندگیم عوض بشه. مهاجرت کرده بود، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم رفته بود کانادا و اونجا کار میکرد و فکر کنم درس میداد، تو دانشگاه درس میداد، استاد دانشگاه بود. ولی با این حال بازم فکر میکرد باید زندگیش فقط این نباشه که کار بکنه، شب بیاد بخوابه و یک درآمد مختصری داشته باشه که تا ابد خودشو چیز بکنه، وابسته بکنه به اون اعداد رقمی که دولت میگیره. این بود که با این بیزینس آشنا شده بود و چقدر این زندگیشو عوض کرده بود. در هنگام صحبت‌هاش جالب بود، هم گریه میکرد از اینکه مثلا گذشته‌اش رو تعریف میکرد، چقدر گذشته بدی داشت و خوشحال بود، همه رو میخندوند، میگفت که شما هم باید ادامه بدید کاراتونو و به این بیزینس پایبند بمونید، به خاطر اینکه نهایتش شما موفق میشید و میفهمید که اون مشکلاتی رو که داشتید، اون زحمتایی که کشیدید بدون ثمر نمونده.
مایک و درینم اونجا بودن. خیلی جالب بود که برای اولین بار توی به قول معروف سالن باشون آشنا شده بودیم و چقدر اینکه خاکی بودن، مثل آدمای معمولی. ما تو میز شام بودیم، همه باید میرفتیم اونجا باشون دست میدادیم و عکس میگرفتیم یا باشون صحبت میکردیم. ما همکار خوبمون پری رفت بود گفت بود بیا رو میز ما میخوایم ما عکس بگیریم. جالب بود، یعنی یک فضای خیلی دوستانه بود. هیچکی از اینکه مقام بالاتری داره با اونی که تازه شروع کرده بود خودش رو فاصله نمینداخت. یعنی همه یک فضای دوستانه بود که من هر چقدر بگم کم گفتم دیگه. یک هتل بسیار زیبا، یه جای مناسب و افراد دوست داشتنی، مهربان و کسایی که تازه همدیگر برای اولین بار دیده بودن. ما هم دوستای آنلاینمون رو خیلی هاشون رو تازه برای اولین بار توی یک مجلس بزرگ بین‌المللی ملاقات کرده بودیم و خیلی هاش. یه خانومی بود از استرالیا اومده بود، یه خانم ایرانی بود که از استرالیا اومده بودن، از اتریش بودن، از انگلیس بودن، از آلمان اومدن، از جای مختلف که من هر چقدر بگم کم گفتم. یک ایونت بسیار عالی بود. من از این به بعد تصمیم گرفتم که سعی بکنم توی ایونت های مختلف شرکت بکنم، چون هم تجربه هامون بیشتر میشه، هم یه قوت قلبیه، هم میبینیم چقدر همکارای دور داریم که توی فضای مجازی با همشون آشنا شدیم و چقدر جالبه که همدیگر رو توی یک جای مناسب ببینیم، همدیگر رو با هم صحبت بکنیم و ازشون بپرسیم چطور بود، چجوری شروع کردید. یکم در زمینه‌های خصوصی هم میتونید باهاشون صحبت بکنید. خیلی جالب بود، یک فضای بسیار صمیمی و دوست داشتنی. خیلی عالی بود. بسیار فکر کنم 500 نفری بودین شما. جان یه 500 نفری بودین، 500 600 نفری بودین تو روم. فکر میکنم آره، فکر میکنیم شاید هم بیشتر بودیم و تعدادمون خیلی زیاد بود. آره تعدادمون خیلی زیاد بود. امشب البته خالیه واقعا. خب بچه سوالاتون رو از آقاکوروش بپرسید. کی میخواد اول بپرس؟ من بپرسم. بفرمایید اینجا. اول نمیخواستم بگم که واقعا منم توی یکی از این دوره همیه که شرکت کرده بودم خیلی جالبه. همه افراد از جاهای مختلف، بیشترشون البته من تو دوره همی که ایرانی بودن. واقعا این که آدمو دوستاشو تا قبل از این از پشت موبایل میبینه، ولی وقتی از نزدیک میبینی احساس نمیکنی که برای اولین بار میبینیشون. خیلی احساس دوستانه صمیمی احساس میکنی چندین ساله که با هم دوستی، با اینکه از پشت دوربین بوده همدیگر رو دیدی، ولی احساس نزدیکی خیلی زیادی نسبت به همدیگه داریم تو دوره همیه. واقعا ممنونم از توضیحاتت آقا کوروش. من میخواستم یه سوال کنم آقا کوروش، تو این دوره همی کدوم قسمتش برات الهام بخش بوده و باعث شده که دیدگاهت نسبت به این بیزینس تغییر کنه؟ قسمتی بوده؟ البته فکر می‌کنم همینی هم که تعریف کردید خیلی باعث میشه آدم دیدگاهش نسبت به بیزینس، همین سرنوشت همین خانوم تغییر کنه. ولی می‌خواستم ببینم یه صحبتی داری برامون در این مورد. دوستایی بودن که اونجا اومده بودن صحبت میکردن، میگفتن که یه چیز خیلی جالب. ببینیم ما الان چقدر راحت داریم با هم حرف میزنیم. الان شاید چندین نفر این دارن ما رو دنبال میکنن بدون اینکه خودمون بدونیم. یه خانومی اومده بود، کوچ بود ولی میگفت که من مشکلم اینه که من میتونم توی فضای مجازی راحت بشینم ساعتها با هزاران نفر صحبت بکنم، ولی من مشکل دارم وقتی میخوام مثلا جلوی یه جمع بخوام صحبت بکنم. داشت از یک فکر کنم یکی از دوستایی که اونم کوچ بودن داشت میپرسید، توی سن همه داشتن نگاش میکردن. بعد اون خانومه برگشت بهش گفت که خب این سوالایی که داری از من میکنی رو تو فقط کافیه برگردی که اون برای سوالا رو میکنی. یعنی دیگه مشکل حل میشه. باور کنید یعنی با همین یه تیک این خودش خندش گرفت و اومد قشنگ صحبت کرد. گفت ببین همین بود. یعنی کار خاصی نیست، چیز مشکلی نیست، کار مشکلی نیست. ببین کارهایی که ما فکر میکنیم خیلی سخته، بعضی اوقات فکر میکنیم از عهده‌اش بر نمیایم، فقط کافیه دیدگاهمون رو عوض بکنیم. این دیدگاه باعث میشه که واقعا اون مشکل برطرف بشه. حالا این یکی از کارهایی بود که اون من خودم هم این مشکل داشتم، من توپق زیاد میزدم یا
با شما صحبت میکردم خب یه مقدار برام سخت بود. الان خیلی برام عادی شده، به خاطر اینکه خب خیلی با هم آشنا شدیم و خیلی میتونیم با هم گرم گرفتیم، همدیگه رو میشناسیم. این یکی از مزایای این کمیونیتی بود و دید و بازدید بود و این ایونت بود که خیلی چیزا رو به البته همین سادگی از یاد گرفتیم. معجزات خاک پاک ایتالیا بود. به هر حال هر کی بره ایتالیا بیاد یه خود یخش وا میشه. واقعا چقدرم یاد شما بودیم به خاطر اون بلوطایی که گرفتیم. اتفاقا توی شهر قبلش رفتیم دور زدیم، اون شهر خیلی قشنگ بود. تو سنترومش چه سنتروم خوبی داشت، بعدش هم هوا عالی بود، نه مثل اینجا همش. من الان اومدم اینجا توی اتاق نشستم اینو پوشیدم، ولی اونجا روزی 3 بار باید دوش میگرفتم، انقدر گرم بود، هواش عالی بود. به هر حال امیدوارم جواب سوال شما رو داده باشم. اگه سوال دیگه باشه من سوال میکنم خدمت شما باشم. مرسی. خواهش میکنم. آقا مجتبی شما بفرمایید. خواستم بگم که سعید تو قرار بود یه سورپریز رو کنی. سورپریز رو اول رو، یعنی الان رو میکنی یا آخر موقع رو کنی؟ نه دیگه اولش کردم، ازش ایتالیایی سوال پرسیدم دیگه، رستش کرد. همون اول تجدید شدم قربان. من سوالم این بود که به نظرت این گدرینگ چه اثری روی رشد فردی و شخصی میذاره؟ ببینید اینو من میتونم فقط بهتون بگم، بعضی اوقات آدم فکر میکنه تنهاست. وقتی شما تنهایی احساس میکنی که هیچ کسی نمیتونه کمکت بکنه، احساس تنهایی میکنی یا فکر میکنی که ضعیفی. ولی وقتی توی این بیزینس فکر بکنی هزاران نفرن داره این کارا رو انجام میدن، همه مثل خودت شروع کردن و الان به جای بزرگی رسیدن، یک تیم بزرگ داره حمایتت میکنه، این یک دلگرمی میده بهتون. شاید توی مثلا تئوری یه مقدار هضم کردنش مشکل باشه، ولی وقتی بری اون فضا رو ببینی برات همه چی به عینه نشون میده که تو تنها نیستی. توی همون جمع ایرانی‌های ما که اونایی که بودن واقعا افرادی بودن که من خیلی چیزا رو ازشون یاد گرفتم. با یک سوال، وقتی سوال ازشون میکردی قشنگ بهتون جواب میدادن. خیلی چیزای جدیدو که با AI میتونی انجام بدی، خیلی چیزا رو الان شما نمیدونید که چون این یه دونه از پیشرفت، یه دونه از سیستمایی که یه دونه از علمیه که هر روز داره اپدیت میشه. شما نمیتونی هر روز بدوی دنبال یه چیزایی که جدید اومده، باید باشون برخورد بکنی. من اونجا با یک فردی آشنا شدم که یک اپی رو به من معرفی کرد. اون اپ بسیار برام جالب بود، یعنی کارتون رو راحت میکنه. خیلی چیزا رو شما اینجوری هم میتونید یاد بگیرید، چون همه چیز رو میگن همگان دانن دیگه. اونجا این تبادل تجربه است، جاییه که شما وقتی با هم صحبت میکنید، سوالاتی که میکنید، پاسخهایی که میشنوید، خیلی چیزا رو اونجا تازه یاد میگیرید. مثلا میفهمید که این پلتفرم‌های مختلفی که ما داریم باشون کار میکنیم چه سیستم‌های جدیدی داره اپدیت میشه که ما هنوز خبر نداریم، چه چیزایی اومده که اینا نوآوری‌هایی هستن که اونجا شیر میشه. خیلی‌ها رو به صورت حضوری بهتون نشون میدن که خیلی چیزا به هر حال خیلی مفیده دیگه. این چیزایی که شما حضوری یاد میگیرید، شما همیشه دارید تقریبا یک خطی رو دنبال میکنید که بعضی چیزا رو احتمال داره مثلا دیر متوجه شده باشید که اپدیت شده باشه، ولی توی این فضای حضوری خیلی چیزا رو به شما میگن که چه چیزایی، چه تمریناتی، چه آموزش‌هایی جدیدن. حتی گفتن که از طریق AI آموزش‌های جدیدی و بعدها توی اون سیستم میذارن که ما بعداً سیستم آموزشیمون، سیستم آموزشی رو میذارن، اپدیت میکنن و بعداً ما میتونیم باشون آشنا بشیم و بتونیم ازشون استفاده بکنیم. یعنی میخوام بگم این تبادل نظر و تجربه هایی که شما باشون برخورد میکنید خیلی به نفع شماست و مفیده دیگه. یک جاییه که شما میتونید با هم دیگه صحبت بکنید و خیلی چیزا رو اونجا یاد بگیرید.
دقیقاً بسیار یه عالی. چیزی من بگم، ببخشید. من خودم وقتی میخواستم وارد بشم خب هیچ اطلاعاتی نداشتم در مورد سیستم های دیجیتالی یا اصلا در مورد کامپیوتر و اینا، ولی انقدر قشنگ یه گروه همراه هستش که همه هر سوالی دارید در آن واحد میتونن خیلی راحت جواب میدن و آدم رو حمایت میکنن، نمیذارن آدم بمونه تو کارش. میدونید هیچ درسته. نقطه مبهمی برای آدم نمیمونه. از طرف دیگه این سیستم آموزشی هم که آقا کوروش شما فرمودید واقعا به روز و هر دقیقه که میرید داخلش آپدیت شده است. خود بله ما الان خودمون تو همین گروه 4 نفره ماشاءالله هر کدومتون کوچکترین چیزی یاد میگیرید سریع تو گروه میذارید، میگید این هست، میتونید ازش استفاده کنید. ما یه گروه درسته. کوچیک، بله ولی فکر کنید این سیستم به این بزرگی که بیشتر از فکر میکنم الان 200 خورده هزار نفر، 260,000 نفر فکر میکنم هستن. فکر بله کنید اگه درسته. کوچکترین سوالی باشه یکیشون حتما هست آنلاین که جوابگو باشه. درسته. بله. آخه بعضیا فکر میکنن که باید حتما عالی باشن اونجا. اتفاقا این جمله ها رو من اونجا یاد گرفتم. گفتن که فکر نکنید که باید عالی باشید تا یه چیزی رو یاد بگیرید، باید بیاید یاد بگیرید تا عالی بشید. یعنی این واقعا جمله ای که آدم وقتی فکر میکنه میبینه دقیقاً. چه دنیایی از تجربیات رو میتونه آدم کسب بکنه با همین یه جمله کوتاه. واقعا قشنگه. بسیار عالی. یعنی شما وقتی میخوای یک کاری رو شروع بکنید، خب نمیدونی دیگه، باید شروع بکنی. رانندگی رو که نمیدونی، باید شروع بکنی، چند بار بزنی به در و دیوار تا یاد بگیری، باید بزنی به خطا بکنی. کنار. خب من یه پرانتز اینجا باز میکنم برای عزیزانی که بار اول هست در لایو ما رو میبینن. ما یک بیزینس آنلاین جهانی داریم و در اون همونطور که نسیم جان اشاره کردن بالای 260,000 نفر از سراسر دنیا داریم با هم کار میکنیم و همکاری میکنیم. هر کدوم بیزینس آنلاین خودمون رو داریم ولی همدیگر رو ساپورت هم میکنیم، برخلاف باقی بیزینس ها که هر کس واردش بشه خودش باید همه فراز و نشیب ها رو تنهایی طی بکنه. در این بیزینس مدل جهانی ما یک کامیونیتی بسیار فعال و متخصص داریم که همدیگر رو با تخصص‌های مختلف، با بک‌گراندهای مختلف ساپورت میکنن. کامیونیتی فارسی زبان ما بالای 8,000 نفر هست، از عزیزان افغان، تاجیک و ایرانی ها که در کنار هم هستیم و همدیگر رو به خوبی ساپورت میکنیم. درآمدزایی در سیستم بسیار خوب طراحی شده آموزشی ما جوری هست که شما به محض اینکه سیستم آموزشی براتون باز میشه میتونید همزمان درآمد هم داشته باشید. برای ورودتون به این بیزنس مدل جهانی کافیه که با یکی از ما در ارتباط باشید، اسم و ایمیلتون رو به یکی از ماها بدید تا بتونیم اطلاعات اولیه رایگان رو در اختیارتون بذاریم. و خوبی این بیزنس همونطور که آکوروش اشاره کردن همه چیز رو همگان دانن. شما اینجا اصلا تنها نخواهید بود. از تجربیات نه تنها فارسی زبان ها، از تجربیات هزاران نفر دیگه میتونید استفاده کنید و بیزنستون رو با راهنمایی ما مربیان فارسی زبان با موفقیت ستاپ بکنید. و اینجا الان ما داریم راجع به یک گرد همایی بین المللی صحبت میکنیم. ما در بیزنس مدلمون مرتب گرد همایی های بین المللی داریم در جاهای مختلف دنیا. این دفعه در روم ایتالیا بوده، آقا کوروش اونجا بودن و دارن از تجربیاتشون بر ما میگن. آقا مجتبی شما سوال دیگه دارین یا صحبت دیگه دارین اضافه کنین؟ من یه سوال از شما دارم، میتونم بپرسم؟ خواهش میکنم بفرمایید. البته من ایتالیا نبودم اما شما نه بفرمایید. میدونم. شما هم اخیراً توی گدرینگ لندن بودی. بله. تجربیات شما هم مثل کوروش مشابهه یا اینکه چیز اضافه‌ای داری بگی؟ بله ببینید هر کدوم از این گرد همایی‌ها بسته به اینکه شما با کی مواجه میشید، در چه گروهی قرار میگیرید، ممکن تجربیات متفاوت باشه. در لندن هم عزیزان از سراسر دنیا بودن، از سراسر اروپا، کانادا اومده بودن، کانادا و آمریکا، و عزیزانی هم که نتونسته بودن به گرد همایی برسونن خودشون رو به صورت لایو در برنامه حضور داشتن و خیلی سخنران‌های مختلفی داشتیم که از مسیرشون، از مسیری که شروع کرده بودن برای ما میگفتن، از تجربیاتشون. و یکی از تجربیاتی که خیلی برای من قشنگ بود یک خانومی بود آقا مجتبی که این خانم
تعریف میکرد که بیزنسش رو شروع کرده بود. یه خانم فیلیپینی بودن که حالا خودش دیگه کوچ شده بود و واقعا الان یه رنکینگ خیلی خوبی داره، درآمد عالی داره، ولی میگفت من سال اول که بیزنس رو شروع کردم همسرم و بچه‌هام از من هیچ حمایتی نمیکردن و به من همش میگفتن این اسکمه، این اصلا کار نمیکنه، این بیزنس اصلا به تو درآمد نمیده. و میگه من یه روز همسرم بچه‌ها رو گرفت و از خونه رفت بیرون و گفتش که من دیگه ساپورتت نمیکنم. میگم من همون روز نشستم اشک ریختم و به خودم قول دادم توی اشک، گفتم تو سال دیگه همین موقع در جایگاهی خواهی بود که خانوادت به تو افتخار بکنن و درآمدی خواهی داشت که همسرت تو رو باور بکنه. و میگه دقیقاً سال بعد، دقیقاً در همون هول و هوش مثلا ماه سپتامبر همین اتفاق برای من افتاد. من بسیار پیشرفت کردم در بیزنسم و حالا دیگه یه کوچ موفق شده بودم، درآمدم بسیار افزایش پیدا کرده بود، بچه‌هام به من افتخار میکردن، همسرم میگفت اصلا جوری با من رفتار میکرد که اصلا میگفت همه متعجب بودن و بیشتر از همه خود من، به خاطر باوری که به خودم و به خاطر باوری که به مسیرم داشتم و تنهایی این راه رو ادامه دادم، البته با ساپورت همین کامیونیتی فعالی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم. میخوام بگم که عزیزان اینجا وقتی که شما وارد بشید، مثل هر بیزنس دیگه موفقیت و ثروت یک شبه اتفاق نمیفته، یک پروسه داره و این پروسه مستلزم صبر، استقامت، پیگیری، تجربه اندوزی و دانش اندوزی هست که همه اگر کسی واقعا این سخت کوشی رو در ذاتش داره میتونه بیاد در کنار ما شروع کنه و مطمئن باشید تا رسیدن به موفقیت در کنارتون خواهیم بود و شما تنها نخواهید بود تا جایی که شما به اون درآمدهای عالی برسید. نه تنها درآمد عالی، توسعه فردی، باور به خود، اعتماد به نفس بالاتر، حس بهتر نسبت به خودتون و عزیزانتون. من فکر می‌کنم دیگه خیلی حرف زدم، دیگه بیشتر از این صحبت نمی‌کنم. نه خیلی هم عالی صحبت کردید. عالی. خیلی عالی بود. من یه نکته دیگه بگم. این ایونت توی روم ایتالیا بود ولی ایونت بعدی توی فرانسه است. از همینجا میگم از دوستانی که میخوان دوست دارن توی ایونت شرکت بکنن و تجربه خوبی به دست بیارن، حتما توی این ایونت شرکت بکنن چون واقعا ارزش داره. یعنی من حتی حاضرم تعطیلاتمو کنار بذارم توی این ایونت ها شرکت بکنم. واقعا جالبه، خیلی چیزا آدم میگه دیگه آقا کوروش داره هممون رو تشویق میکنه که سال دیگه بریم فرانسه. من فکر میکنم برای دوستانی که میخوان بیزینس رو شروع کنن، میتونن اونایی که فرانسه هستن بیان شرکت کنن، افراد در نزدیک ببینن، اطلاعات بگیرن. برای این افرادم خیلی خوبه شرکت تو این ایونت. بله. عزیزان ما دیگه نمیخوایم لایو خیلی طولانی کنیم. اگر نکته دیگه هست بگید، اگر نه من سریع جمع‌بندی بکنم لایو رو ببندیم که ریپلیش برای عزیزان آسان‌تر بشه. چیزی هست که بخواید اضافه کنیم؟ خواهش می‌کنم. من فقط میخوام تشکر کنم که جواب سوال منو دادید. خواهش میکنم آقا مجتبی. عزیزان اگر که دوست دارید با بیزنس مدل جهانی و معتبر و بسیار پردرآمد ما آشنا بشید، کافیه که اسم و ایمیلتون رو به آقا کوروش، آقا مجتبی، نسیم جان یا خود من بفرستید، بتونیم اطلاعات اولیه رو در اختیارتون بذاریم. اصلا این فرصت درآمدزایی آنلاین رو از دست ندین، چرا که زمان و مکان کار دست خودتون هست و میتونید خیلی راحت در کنار کار اصلیتون مدیریتش کنید. اگر در خانه هستید کاری ندارید میتونید از خونه خودتون مدیریتش کنید و خلاصه یه فرصت عالی برای مهاجرین هست و ما هم اینجا هستیم تا هموطنانمون رو همه جوره ساپورت بکنیم. عزیزان امیدوارم که روز و روزگارتون خوش باشه. متاسفانه بیزنس مدل ما در حال حاضر با ایران و افغانستان نمیتونه کار بکنه، ولی به امید خدا روزی که تحریم ها برداشته بشه میتونیم به عزیزان در ایران و افغانستان هم خدمات بدیم. در پناه خدا باشید. تا لایف های بعد شما رو به خدا میسپاریم. سپاس از حضور شما همکاران عزیزم، خیلی لطف کردید تشریف آوردید. شبتون خوش. خدا نگهدار. شما. بدرود. خدا.